بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب این درسی سومی تجوید می باشد. انشاءالله در این درس ما به حرفهای پر و خالی داخل می شویم و خصوصا در این درس بر احکام لامی لفظ جلال، یعنی که احکام لام و احکام الف داخل می شویم که در کدام وقتها پر خوانده می شوند و در کدام وقتها خالی خوانده می شوند، یعنی که در کدام وقت یعنی حرفهای استعلا می باشند و در کدام وقت حرفهای استفعال می باشند. خب این دو صفت ها هست که انشاءالله در این صحیفه بعدی به شما واضح می شود. خب حرفهای پر و خالی، حرفهای پر آن حرفها را گفته می شود که در وقت تلفظ کردن آنها دهان پر می شود. یعنی من چون که شما ابتدا کننده هستید، من برای شما یعنی تعریفات مشکل و دشوار را پیش نمی کنم. تعریفاتی را پیش می کنم که برای فهمیش شما آسان باشد، چون که من برای شما یعنی چندین بار گفتم که فن تجوید فنی چیست؟ فنی تطبیق کردن قانون ها هست. یعنی علم داشتن خوب هست و یعنی این ظاهر است که تطبیق کردن درست بر علم درست داشتن برقرار هست، اما باز هم یعنی اگر آنقدر عمیق حفظ نکنید و آنقدر کلمه های عمیق هم اگر استفاده نشود اما تطبیق کردن تان درست باشد، همین هم یعنی فرض عین را پوره می سازد و همین هم خوب هست. پس من برای شما مخصوصا برای درجه ابتدا کننده، پس من برای شما تعریفات خیلی آسان رو یعنی پیش میکنم به زبان تاجیکی. خب حرفای پر وقتی که دهان پر می شود و من یعنی انشاءالله یک تصویر رو استفاده کرده برای شما نشان میدهم که چطور یعنی زبان هم به کام دهان بالا می شود و تا یک درجه کام دهان رو می پوشاند. یعنی که اگر صفت اطباق باشد و نباشد، اما این صفت ها رو ما بعداً می آموزیم. برای حالو یعنی برای فهمیدن مبتدی همین کافی هست که دهان تا یک درجه پر می شود، یعنی دهان به دهان فشار می آید و زبان با کام دهان بالا می شود. و این حرف های پر که من انشاءالله برای شما خوانده نشان می دهم طریقه تطبیق کردن را کدام ها هستند. 7 حرف می باشد. خب 1 2 3 4 5 6 7: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. خب و یعنی وقتی که این حرف ها را جمع میکنیم و کوشش میکنیم که یعنی به زبان عربی یک معنای یک کلمه های معنادار بسازیم، این را جمع کرده‌اند به کلمه های خصا، ضغط، قض. خب یعنی که برای حفظ کردن، برای در خاطر گرفتن تا اینکه آسان شود، علمان تجوید چی میکنند؟ یعنی این حرف ها را یک جایه یعنی با همین حرف ها یکم کلمه ای را میسازند که معنادار باشد تا اینکه یعنی مبتدی بتواند و یعنی عموما شخص بتواند که در خاطرش بگیرد. اما یعنی برای ما، برای کسانی که مبتدی هستند و مخصوصا آنقدر از زبان عربی بلد نیستند، نمیدانند، یعنی با آنها آنقدر فرق نمی کند که حرف ها را از یاد کنند یا اینکه این کلمه رو، این جمله رو. خب چون که یعنی جمله رو معناش رو نمیدانید، پس فرق نمی کند که اگر خواهید خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا گفته یعنی حفظ کنید، یا اینکه اگر حرف ها رو به دیگر خیل میگویید، این هم آنقدر باقی ندارد. یعنی اگر ترتیب حرف ها رو اگر تبدیل کنید باقی ندارد. اما اگر بخواهید همین جمله رو تکرار کردن گیرید، خصا، ضغط، قض، همین خیل گفته این جمله رو اگر از یاد کنید، هر وقتی که بخواهید که یعنی از خاطرتان همین حرف ها رو یعنی بگویید، همین جمله رو پیروی کرده گفته شما یعنی یافته می توانید که کدام حرف های پر می باشد. خب اما یعنی من اختیار رو در دست شما میگذارم، خواهید حرف ها رو از یاد کنید، خواهید این جمله رو. خب و این جمله یعنی معنا دارد، دیگر جمله ها هم برای دیگر چیزها هم می آید، اما این درجه ابتدایی هست. هر چیز رو برای شما من پیش نمی کنم، مخصوصا چیزهایی که آنقدر یعنی حالا مهم نیست. حرف های خالی کدام ها هستند؟ تمام حرف هایی که
پر حساب نمی شوند، یعنی علاوه از همین 7 حرف آنها در اینجا باید حرف های خالی حساب می شوند. خب یعنی بغیر از 7 حرف های بالا. خب یعنی باقی مانده حروف اللغة العربیه حرف های خالی حساب می شوند. در این صحیفه می بینید که الاستعلاء والاستفال. شیخ ایمن سوید می نویسد الحروف العربیه من حیث اتجاه الصوت. خب من حیث اتجاه الصوت یعنی که حرف های عربی از جهت آواز، یعنی پر یا خالی بودن. اگر من با شما واضح کرده بگویم حرف ها می تواند مستعلیه باشد یا مستفیله. همین پر و خالی که من با شما گفتم همین رو به یعنی زبانی عربی و زبانی اگر بگویم تجویدی مستعلیه و مستفیله گفته می شود. حرف های پر را مستعلیه گفته می شود و حرف های خالی را مستفیله گفته می شود. بعضی وقت من یعنی شنیدم مستعلیه هم گفتند، اما یعنی عموما در کتاب های تجوید همین را می بینیم مستعلیه و مستفیله. زیر این اگر نظر کنید همین جمله که من برای شما پیش کرده بودم همین را هم نوشته است. خص ضغط قید یعنی که خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. خب و در اینجا میگوید که باقی حروف الهجا یعنی که باقی مانده حرف های هجا چی است؟ یعنی خالی هستند. و در اینجا تا یک درجه میفهماند که يتصاعد الصوت عند النطق بها الى الحنك الاعلى که آواز به کامی بالا و حنق اعلا یعنی بالا می شود. آواز را پر بسازیم و در هنگامی تلفظ کردن حرف های مستفیله آواز به حنق اعلا یعنی به کامی بالا نمی شود. یعنی کامی بالا را با زبان یعنی زبان بالا نمی شود، آواز بالا نمی شود و صدای حرفی پر نمی براید بلکه صدای حرفی خالی را خارج می کنیم. خب اکنون اینجا نظر کنید بعضی مثال ها. آیت یکم الذین اذا اصابتهم. خب من زیادتر توجه هم را به همین حرف های پر می دهم. شما توجه کنید من در اینجا اشاره کردم. در اینجا کلمه هست اصابتهم. حرفی که در اینجا پر هست حرفی صاد می باشد. چون که حرفی یعنی استعلا هست ما باید این را پر بخونیم. اگر من این را پر بخونم یعنی درست بخونم من این را میگویم صا. خوب و اگر من این را خالی بخونم من میگویم سا و این است نادرست، چون که این حرفی هست که ذاتاً همه وقت پر می باشد، یعنی صفت هایی دارد که این را همیشه پر نگه می داشته باشد. این را ما باید تلفظ کنیم صا. خوب شاید شاگردی که قبلا تجوید نآموخته باشد شاید بگوید سا. بعضی صفت ها مثلا صفت اطباق را یعنی در این جاری نکند، اما یعنی بر حال اگر سا هم بگوید سا نگوید این هم یعنی درست است، چون که یک قدم به طرفی یعنی به تلفظ کردن درست نزدیکتر شدید. اما کوشش کنید که پشت زبان خود را به کام دهان خود بالا کنید تا اینکه صفت همین حرف هم پوره شود که انشاءالله در درس‌های آینده ما میخونیم. اصابتهم. خوب و در اینجا هم صادی هست و اهمیت بدهید که چطور من فرق نمی کنم بین صادی که فتحه داشته باشد و بین صادی که کسره داشته باشد. یعنی عموما در اینجا فرق نیست، چون که صاد خودش ذاتاً حرفی پر هست و باید با صفت پررگی با صفت استعلا تلفظ کرده شود. پس من در هنگامی که کسره هم دارد من میگویم صی مصیبتون، چطوری که گفتم اصا در اینجا هم صی میگویم. اذا اصابتهم مصیبه. اکنون در اینجا هست قالو، یک حرفی استعلای دیگر هست، حرفی مستعلیه دیگر هست قالو. اگر من این را خالی بخوانم من میگویم قالو. حتی یعنی تلفظ کردنش هم نادرست می شود، یعنی مخرجش رو من نادرست نکردم، گفتم ق اما نمیگویم او، میگویم قالو. این نادرست می شود. اکنون در اینجا داریم یعنی صاد دوباره یک بار دیگر و در اینجا یعنی فرقیت همین است که در اینجا صاد ضمه دارد
و میبینیم که بین کسره داشتن و فتحه داشتن و ضمه داشتن یعنی فرقی نیست. فرقی را در اینجا نمیاریم، چون که در هر حالتی که باشد باید پر خوانده شود. تکرار کنید در نزد خود سو سو. خوب، یعنی که من این را با پررگی دهانم تلفظ میکنم و در اینجا تا می باشد تا. خوب، گرچند که یعنی مخرج تا را شما میدانید، تا باید با پررگی تلفظ شود. وقتی که دهان پر می شود و پشت زبان با کام دهان یعنی بالا می شود. موطا موطاه موطاه. اما من دیگر حرفا را آنقدر نمیخواهم قطع کنم تا اینکه شما توجه خود را به همان حرفای پر بدهید. همین خیل هست علم و همین خیل هست تجوید. از یک چیز سر میکنید، با یک چیز توجه میدهید، بعد آهسته آهسته دیگر چیزها رو اضافه میکنید. اگر در یکم باری که خواندید، اگر هم مخارج را یعنی هم در مخارج فکر کنید و هم به همه صفت ها به همه یعنی قانون ها اگر توجه بدهید، یعنی از جهت تطبیق و مشق کردن آنقدر پیش نمی روید، چون که چندین چیزها رو در یک وقت شما توجه داده ایستاده. پس برای همین هست که از اول ما بعضی چیزها رو توجه می دهیم، بعضی چیزها رو یعنی آنقدر توجه نمی دهیم و آهسته آهسته پیش می رویم. و یعنی مقصدم همین هست که در آخر همه چیز رو توجه داده بتوانیم. برای همین است که عموما وقتی که یعنی در اینجا من تجوید درس می دهم، اول مخارج رو درس می دهم و صفت ها رو بعداً درس میدیم تا یک چند وقت شاگرد میخواند و تلاوت میکند، یعنی مخارج خود را درست میکند، قانون های نون ساکن و میم ساکن و غیره و مشدد را یاد میگیرد. کم ترک یعنی قرآن میخواند، تلاوت میکند برای یک چند مدت و بعد از آن که همه این قانون های اولی در فکرش در ذهنش وقتی که شیشت و تطبیق کردن آنها رو وقتی که آموخت، بعد من به آنها صفت ها رو درس میدهم و من یعنی خیلی نتیجه های خوب دیدم در این. اما وقتی که مبتدی همه این قانون ها رو یاد میگیرد و بعد بخشی که خیلی دشوار هست، بخشی صفت های حروف رو هم یاد میگیرد، همش رو در یک وقت یعنی متاسفانه همش رو در یک وقت چی میکند؟ گم میکند. خب به هر حال اکنون داریم قاف و خا. لیلة قادری. من نمیگویم لیلة القدری، قا نمیگویم، قا میگویم، قادری. و در اینجا هست حرفی خا، خیرم. نمیگویم خیرم. دیدید؟ پس من برای شما یعنی این مثال ها رو خواندم و طریقه درست و نادرست رو هم بیان کردم. شما همین ها رو گوش کرده تمرین کنید و بعدا میبینیم که یعنی شیخ ایمن هم الحروف العربیه رو در اینجا آورده است، مستعلیه و مستفیله، و گفته از خصوص ضغط قید یعنی حرفای پر می باشد، مفخم می باشد. حرفای مفخمه دائما یعنی که همیشه پر می باشند و حرفای مستفیله بقیت الحروف یعنی که باقی مانده حرفها علاوه از این حرف. و در اینجا یعنی دو تا یعنی زیر قسمت می سازد. یعنی گفتنی است که دیگر حرفها باقی مانده دیگر حرفهای لغت عربی خالی خوانده می شود، اما از جمعی همین حرفهای خالی 3 حرف همین طور هستند که بعضی وقت پر خوانده می شوند. و این رو من همچون یعنی تقسیمات همین شیخ رو من برای شما پیش کردم تا اینکه ببینید که بعضی ها همین خیلی تقسیم میکنن. اما عموما یعنی چطوری که من درس میدهم، من میگویم حرفای مستعلیه و مستفیله و بعد ما میگوییم که حرفای مشترک. خوب، این آسان تر هست، یعنی که یک قسمتی مابینی می باشد که حرفای مشترک گفته می شود که بعضی وقت خالی خوانده می شوند و بعضی وقت پر خوانده می شوند. یعنی این خیلی من اهمیت دادم که شاگردها خیلی آسان تر می فهمند. خب در اینجا نظر کنید، حرفای مشترک یعنی که حرفایی که شریک باشند بین قسمی پر و خالی. خب حالتهای تفخیم و ترقیق. تفخیم یعنی پر، ترقیق یعنی خالی. خب آن حرف ها رو گفته می شود که در بعضی وقت ها پر خوانده می شوند و در دیگر وقت ها خالی خوانده می شوند. 3 حرف های مشترک الف، را و لامی لفظ جلال می باشد. یعنی که لامی که در درونی همین لفظ جلال هست. لفظ جلال یعنی که الله، کلمه الله هست. ما این را یعنی
از جهت ادب لفظ جلال میگویم، نمیگویم که در درون الله، در درون الله، یعنی که گرچند ما کلمه الله را در نظر داریم، اما یعنی اینطور الله الله وقتی که میگویم ظاهرا کمتر چی معلوم می شود؟ نادرست، یعنی نادرست معلوم می شود و یعنی بی ادبانه معلوم می شود. برای همین هست که ما لامی لفظ جلال میگویم. خوب، این سه حرف می باشد و انشاءالله در درس امروزه ما احکام الف و لامی لفظ جلال رو یعنی پیش میکنیم. سر میکنیم از قانونهای لامی لفظ جلال، یعنی از لامی که در کلمه الله می باشد. این قانون دو نقطه دارد که خیلی آسان هست. اگر پیش از لفظ جلال کسره باشد، خودی لفظ جلال رو، همین کلمه الله رو نظر میکنید، یعنی کلمه می آید. ظاهر است که در قرآن وقتی که تلاوت میکنید کلمه می آید، حرفی می آید. اگر بالای آن حرف یا پایان آن حرف، یعنی که اگر چی باشد؟ حرفی حرکه کسره باشد، همین لامی لفظ جلال را خالی خوانده می شود. این است لفظ جلال. پیش از همین کلمه را نظر میکنیم، یعنی ظاهرا در قرآن چون که گفتم یا حرف می باشد چون که اینجا حرف هست، یا پورا کلمه می باشد چون که در اینجا می بینید. اگر در همین آخران حرفی که در کلمه پیش از لفظ جلال هست اگر کسره باشد، یعنی زیر باشد، باید لامی لفظ جلال رو، یعنی که لامی که متحرک هست، یعنی وقتی میگویم لا یا اینکه الله، همین حرف رو در نظر داریم، باید همین لامی لفظ جلال خالی خوانده شود چون که پیش از لفظ جلال کسره قرار دارد. پس مثلا بالله، باللهی یکم مثال. دوم مثال که خیلی یعنی ما استفاده میبریم، خیلی زیاد میگویم بسم الله، ملهی. اهمیت بدهید که من چطور گفتم له، نگفتم الله. بحث ما در همین جا هست که ما بفهمیم کی ما باید له بگویم و کی ما باید الله بگویم. پس قانون خیلی آسان هست. اگر پیش از لفظ جلال کسره باشد، من برای چی میگویم پیش از لامی لفظ جلال؟ چون که بعضی وقت یعنی در خود کلمه همین لفظ جلال چی می باشد؟ پیش از لامش کسره می باشد. مثلا وقتی که لله می باشد. برای همین یعنی مقصد انیقتر همین می شود که اگر ما بگویم پیش از لامی لفظ جلال. اما پیش از اگر کلمه هم اگر بگویم تا یک درجه شما خواهید فهمید. بسم الله، ملهی. خب نمیگویم بسم الله، این نادرست می شود. در اینجا باللهی، باللهی نمیگویم، اینش نادرست می شود. و نقطه دوم همین است که اگر پیش از لامی لفظ جلال ضمه یا فتحه باشد، یعنی که پیش یا زبر باشد، همین لامی لفظ جلال رو پر خوانده می شود. مثالی فتحه در اینجا یعنی لفظ جلال قرار دارد و پیش از همین کلمه فتحه رو می بینید. خوب، پس در اینجا ما باید همین لامی لفظ جلال رو که یعنی حرکت دارد ما باید پر بخوانیم. هو الله، من گفتم الله، نگفتم هو الله. این می شود نادرست. خب حتی طبیعتا هم یعنی از زبان اونقدر آسان نیست این خیلی گفتن. و دویم مثال که مثالی از ضمه می باشد رسول الله، رسول الله، الله. خب پس در هر دوی مثال ها من چی گفتم؟ لاهی. خب در پیش خود هم یک بار بگوید و در زبان خود جاری کنید. در اینجا گفتم لاهی. خب این هست قانونهای لامی لفظی جلال. در اینجا هم از کتابی شیخ ایمن حکم اللام آمده است و میگوید که تفخم العرب اللام باجماع من لفظ الجلالتی. لفظ جلال یعنی که لفظ الجلاله یک چیز هست، الله، و ذلك اذا سبق بفتحة او بضمة نحو. یعنی این چیزی که من به شما گفتم همون چیز رو میگوید که
وقتی که پیش از همین لفظ الجلاله اگر سبقت کند، یعنی پیش از همین بیاید فتحه یا اینکه ضمه، باید تفخم، یعنی باید با پررگی خوانده شود. در اینجا هم مثال ها رو می آورد. هو والله، هو الله. در اینجا اهمیت بدهید الله. خوب. و در اینجا سیؤتی الله، نالله. این بود پرخواندن. و یعنی در اینجا خیلی خوب یعنی در تصویر اشاره میکند حرکتی که ما باید با آن توجه بدهیم به سبز اینجا رنگ شده هست و خودی یعنی قسمتی که ما تلفظ میکنیم سرخ در اینجا رنگ کرده است. در اینجا چون که واو ساکن هست، این الف هم ساکن هست، ما باید پیش از این دو حرف نظر کنیم. خب و خودی الفی که در لفظ الجلاله می آید خودش هم یعنی همزه الوصل می باشد. خب همزه الوصل یعنی که اگر من آسان بگویم با شما یعنی الفی هست که ساکن هست. خب یا اینکه همزه هست که ساکن هست تلفظ نمی شود. پس اگر حرفی قرار بگیرد که متحرک نباشد شما یعنی پیش از همون حرف رو نظر کنید. چنانه که در اینجا این الف چون که ساکن هست پیش از این رو نظر میکنیم. واو هم حرکت ندارد یعنی که ساکن هست، پیش از این رو نظر میکنیم. در این لام چیست؟ ضمه هست. و اذ قالوا لله، این لام رو ما باید یعنی خالی تلفظ کنیم چون که این لامی لفظ جلال نیست. لو میگویم، لو نمیگویم. قالوا الله اللهم. خب واذکروا الله. این بود مثال هایی که در آن لامی لفظ جلال پر خوانده می شود و در اینجا یعنی مثال های ترقیق را می آورد هنگامی که لامی لفظ جلال خالی خوانده می شود. بسم الله، افی الله شک، افی الله شک کن. خب فی الله لاهی. خب قول الله، قول اللهم. اینجا نمیگویم قول اللهم، این نادرست می شود. قول اللهم، چون که شما فارس زبان هستید و من خیلی یعنی آگاه هستم که فارس زبان ها چی طور تلاوت میکنند. میدانم که شما در کجا خطا میکنید و همین لا گفتن رو، لام لفظ جلال رو خالی گفتن زیادی وقت شما یعنی خطا میکنید، چون که در زبان تاجیکی زیادی چیزها با تفخیم یعنی تلفظ میشوند، با آ تلفظ میشوند. مثلا فاطمه میشود فاطمه. خب این یعنی این رو من در نظر دارم. برای همین زیادی وقت من اهمیت دادم که همین حرف هایی که باید خالی خوانده شوند، مخصوصا لام لفظ جلال در وقتی که باید خالی خوانده شود در آن وقت هم پر خوانده یعنی پر میخوانید. برای همین این را شما خیلی زیاد توجه بدهید. خب اکنون شکل لیسان، شکل زبان هنگامی که لام را یعنی با تفخیم و ترقیق یعنی تلفظ کرده می شود. در اینجا نوشته است که شکل اللسان عند نطق اللام المفخمه والمرققه. اللام المفخمه، لام وقتی که مفخمه باشد یعنی که با پرگی خوانده شود، اهمیت بدهید که یعنی مخرجش یک می باشد اما زبان پشتش با کام دهان بالا می شود. لا، اللهم، لا وقتی که می گوید اهمیت می دهید که پشت زبان شما حرکت می دهد و زبان یعنی صدا هم از همونجا خارج می شود. و در اینجا اللام المرققه یعنی صدا از پیش دهان خارج می شود. لا، لا که خیلی نزدیک هست به خود مخرج و زبانم پشتش اونقدر فشار نمی آید، با پشتش فشار نمی آید و پشتش هم اونقدر با کام دهان بالا نمی شود. اکنون بعضی مثال های لامی لفظ الجلاله. قل اطیعوا الله. در اینجا ضمه هست. خب ضمه پیش از لامی لفظ جلال، پس من این را پر می خوانم. قل اطیعوا الله، الله. و این خب اینجا دیگر حکم ها هم هست. تولوا فإن، در اینجا فتحه می باشد، پس ما چی می کنیم؟ لامی لفظ جلال رو پر می خوانیم. این الله
نمیگویم این الله. این درست شد. خب مثال بعدی و یبین الله و یبین الله، نمیگویم نالله. این حتی نادرست هم به نظر می آید، یعنی اینطور عادتا هم اینطور گفته نمی شود. از زبان دشوار است این خیلی نادرست تلفظ کردن، اما یعنی جای تعجبم نیست، چون که من شنیدم همین خیلی بعضی ها نادرست تلفظ میکنن. والله، والله نه، والله علیم حکیم. الحمد لله، لله لامی لفظ الجلاله رو من یعنی خالی خواندم، با ترقیق خواندم، مرقق خواندم. زبانم با کامی دهانم بالا نشد، دهانم پر نشد، دهان رو و زبان رو عادی نگه داشته از مخرج لم رو تلفظ کردم لا. و وقتی که پر خوانده می شود زیادی وقت اگر اهمیت بدهید دهان یعنی محکم نگه می دارید. اما اگر بخواهید که یعنی لم را با ترقیق یعنی با خالی بخوانید، خالی تلفظ کنید، زیادی وقت چی میکنید؟ دهان رو کمتر زیادتر بیشتر باز میکنید. لا که میگوید دهن یعنی زیادتر محکم یعنی میماند، و وقتی که شما میخواهید که یعنی لم را خالی تلفظ کنید دهان زیادتر باز میشود. لا. خوب این رو یک بار کرده توجه میدهید. و کفا بالله، و کفا بالله حسیبا. خوب اکنون قانون های الف. اگر پیش از الف همین حرف الف حرفی پر باشد، چون که حرف های پر رو شما در اول الکی میدانید که من با شما در اینجا نوشتم. این 7 حرف رو وقتی که شما از یاد کنید شما این قانون رو خیلی با آسانی میگیرید. اگر پیش از حرف الف یعنی که حرکت رو نظر نمی کنیم، خودی حرف رو نظر می کنیم. اگر حرفی استعلا باشد، حرفی تفخیم باشد، الف رو پر خوانده می شود. و پر خواندن الف چیست؟ آ. و خالی خواندن ا. خوب مثال قاف، این حرفی یعنی از جمله خص ضاغط قض می باشد، یعنی حرفی استعلا هست، حرفی تفخیم هست، حرفی پر هست. خوب پس ما الف رو با دهانی پر تلفظ میکنیم، میگوییم قا لا، قا لا، نمیگوییم قا لا. خافه، خافه، در اینجا هم خا قرار دارد پیش از الف، پس ما الف رو هم یعنی پر تلفظ میکنیم، خافه نمیگوییم. و در اینجا هم طاقه، یا اینکه طاقتون، اما اگر وقف کنیم طاقه میشود. خوب نمیگویم طا. خوب این رو حتی خالی هم تلفظ کردن دشوار است، چون که این طا خودش همین خیلی حرفی یعنی ذاتاً حرفی پر هست. خوب به هر حال تا یا طاقه گفته نمیشود، طاقه باید گفته شود. اگر پیش از الف دوم نقطه این است که حرفی خالی اگر قرار گیرد الف رو خالی خوانده می شود. خوب ا خوانده می شود. مثال کف قرار گرفته است که از خص ضاغط قض نیست، پس میگوییم کانه، کانه نمیگوییم. و این هست یعنی زیادی وقت خطای کسانی که فارس زبان هستند، کانه میگوین کانه. خوب کانه باید خوانده شود. جاء، جاء نه، جاء نادرست می شود، جاء، چون که جیم هم از جمله 7 حرفی پر نیست. زاده، ز از جمله 7 حرفی پر نیست. این بود دو نقطه‌ای که مربوط به قانون‌های الف می باشد. در اینجا هم بعضی مثال‌ها آمده است از کتاب شیخ ایمن. در اینجا هم گفته است تفخمو، تفخمو بعد المفخمی، یعنی که پیش از حرف مفخم الف تفخم یعنی که پر خوانده می شود. پس در اینجا اگر نظر کنید بعضی وقت الف یعنی دراز نوشته می شود از جهت کتابت، و بعضی وقت این خیلی الفی خرد می آید، مقصوره و ممدوده می گویند. بعضی وقت همین یا اینکه خرد باشد یا اینکه دراز نوشته شده باشد یعنی حکمش یک می باشد.
پس در اینجا وقتی که میبینید و این هم وابسته از آن هست که شما کدام یعنی نسخه مصحف رو استعمال میکنید. بعضی وقت اگر نسخه یا مصحف مدنی رو اگر استفاده کنید، آیت ها با یعنی با خط عثمانی نوشته میشوند، این طور نوشته میشوند. اما بعضی وقت یعنی دیگر نسخه هم هست که در بلادی که در دولت های فارس زبان ها و هندوستان مشهور هست که آن یعنی قرائت کردنش خیلی آسان تر هست. اما این نسخه یعنی قانون هایش کمتر زیادتر هست که زیادی وقت من اهمیت میدهم که برای شاگردا خیلی دشوار می باشد. فرق نمی کند که کدام نسخه رو استفاده میکنید، یا اینکه مدنی باشد یعنی خط عثمانی باشد یا اینکه دیگر خط باشد. خوب، پس در اینجا میبینید که بعد از خا چیست؟ گرچند که لام رو میبینید لام، اما در اینجا الیف هست. الیف وجود دارد. پس به جایی که بگویید خالدین میگویید خالدین. من الیف رو پر خوندم. و در اینجا والقائمین، قا گفتم، قا نگفتم. ولضا نمیگویم، و نمیگویم، این نادرست هست. و در اینجا هم شیخ احمد سوید در اینجا همین لامی که پر خوانده می شود چون که در اینجا فتحه هست، همین رو حرفی مفخم حساب کرده. الیفی که بعد از لام می آید هم پر یعنی حکم پرگی رو داده است، حکم تفخیم رو داده است. خب عموما اگر من می بودم این مثال رو نمی آوردم، اما شیخ ایمن سوید این رو در اینجا آورده است و این درست هست. اما یعنی شما ظاهرا پیش از الف در اینجا حرف تفخیم رو یعنی خص ضغط قید رو نمی بینید، لام رو می بینید. و لام یعنی ذاتاً همه وقت پر نیست، فقط بعضی وقت پر هست. و چون که در این موقع پر هست، چون که پیش از لام لفظ جلال فتحه هست، برای همین هست که الف هم پر خوانده می شود. اگر این مثال رو نفهمیدید باقی ندارد، این رو برای حال یعنی بگذارید، از من یعنی بعداً بپرسید. و در اینجا هست یراون. خوب، یعنی که در اینجا الف هست و برای چی این الف رو پر خوانده میشه؟ چون که در اینجا رای مفخم قرار دارد و را هم از حرف های مشترک می باشد. خب یعنی که این دو مثال کمتر یعنی فهمیدن این دو مثال کمتر دشوارتر هست، اما یعنی این دو حرف لامی لفظی جلال در اینجا و رایی که در اینجا هست، هر دویشون در همین موقع پر هستند. برای همین الفی که بعد از هر دوی اینها می آید پر خوانده می شود. اما را و لامی لفظی جلال یعنی از حرفای خص ضغط قید، از حرفای پر که ذاتاً همه وقت پر می باشند نیستند. و بعداً یعنی مثال های الف خالی رو می آرد، الف مرقق را، بسم الله. خب این باز هم در لفظ جلال هست. می دانید که چون که در اینجا لام خودش مرقق هست، حرف خالی می باشد، برای همین هست که یعنی الفی که بعد از همین می آید خالی خوانده می شود. اما مثال های آسانتر اینها هستند. ایاک، پیش از الف چیست؟ یا. و چون که حرف مرقق هست، یا هم با یعنی خالی خوانده می شود. من السمائی، چون که پیش از الف در اینجا میم قرار دارد، الف را خالی خوانده می شود. و این چونین الناسی ناسی میگویم، ناسی نمیگویم، چون که پیش از الف یعنی نون هست که حرفی خالی هست. پس ایاک نمیگویم، من السمائی نمیگویم، الناسی نمیگویم، چون که این نادرست می شود. خب در همین جا بس میکنیم. بعضی سوال ها رو من از شما میکنم، اما پیش از آن که سوال ها رو بکنم به دو سه نقطه برای شما خلاصه میدهم. درس امروزه در مورد قانون های لامی لفظ جلال بود و الف بود. خب و در قانون های لامی لفظ جلال من دو نقطه رو برای شما پیش کردم. در خودی همین قانون های لامی لفظ جلال ما حرکه‌ای که پیش از لفظ جلال قرار دارد آن را نظر میکنیم، و برای قانون های الف ما حرفی که پیش از حرفی الف هست، حرفی که پیش از خودی الف هست آن را نظر میکنیم. این را یعنی شما دقت کنید و هر دوی قانون ها، هر دوی بخش ها دو نقطه دارند. نقطه قانون های لامی لفظ جلال همین است که اگر پیش از لامی لفظ جلال اگر کسره باشد، همین لام را باید یعنی خالی خوانده شود
لا گفته شود و اگر ضمه یا فتحه باشد لا گفته شود با تفخیم، یعنی که با پرگی خوانده شود. و یعنی برای قانون های الف هم 2 نقطه بود. اگر پیش از همین خود الف اگر حرفی پر باشد، از جمعی حرف های 7 حرفی خص ضغط قید باشد، الف را باید آ خوانده شود، پر خوانده شود. و اگر باقی مانده حروف باشد باید خالی خوانده شود. و تا جایی که حرف های مشترک می باشد، یعنی حرفی لام، را و الف، یعنی اینها رو انشاءالله به اینها با احکام این 3 حرف ها ما می آیم. خب سوال یکم این هست که حرف های مستعلیه پر کدام ها می باشند؟ استاد جان، حرفای پر حرفای خا، صا، با، خا، تا همینا نیستن مستعلیه؟ درست گفتید، اما یعنی همش رو نامبر نکردید. خصوص لغزی قید همینا ده بهترین. خب بهترین گفتید، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. سوال دوم این است که الف را در کدام وقت پر و خالی خوانده می شود؟ اجازه هست من جواب دهم؟ حرف الف را در حالتی که پیش از حرف لام حرکتی کسره بیاید، در این حالت خالی خوانده می شود. و اگر پیش از حرف لام لفظ جلال اگر حرفی حرکتی ضمه و حرکتی زبر بیاید، پر خوانده می شود. شما قانونهای یعنی لام را به من گفتید، قانونهای الف را به من بگویید. قانون های الف وقتی که پیش از حرف الف اگر 7 حرف قفصه که با پوری دهان خوانده می شود، اگر اینها بیایند حرف الف پر خوانده می شود. بهترین. و اگر در غیر این صورت دیگر حرفا بیایند خالی خوانده می شود. بهترین جواب دادید. خب سوم، 3 حرف های مشترک کدام ها می باشند؟ همین الف و لام و را مشترکن، اینا گاه قفص خونده میشن گاه باریک. درست، ماشاءالله. 4 قانونی لامی لفظ جلال رو بیان کن. خب الکی بیان شده است، اما باقی ندارد یکون کسی دیگر هم بیان کند. قانون لام لفظ جلاله این است که اگر پیش از لام جلاله لفظ جلاله اگر کسر آید باریک خونده می شود، اگر ضمه یا فتحه بیاید قفص خونده می شود. درست گفتین. بله، ماشاءالله. خب در همینجا بس میکنیم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.